سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به چنل من. اسم من آرمین هستش و این اولین ویدیو منه. قبل از همه چیز خواستم یه تشکر کنم، خانواده ما نزدیک 500 تایی شدن هستش و خیلی ممنونم که منو حمایت کردین و با کامنتاتون، با لایکاتون و سابسکرایبی که کردین. بریم سراغ اولین ویدیو. خداحافظی تلخ کریس رونالدو از جام جهانی. کریس رونالدو و یاراش در یک جدال پای با اسپانیا شکست خوردن و از جام حذف شدن. کریس رونالدویی که آخرین جام جهانیش بود و وداع تلخی با جام داشت. بعد از شکست پرتغال سرمربی این تیم مارتینز هم حذف شد و ژسوس سرمربی النصر جایگزین اون شد. حالا باید ببینیم آیا کریس رونالدو در یورو بعدی حضور خواهد داشت یا نه. ژسوس گفته که همه چیز به تصمیم CR7 بستگی داره. باید صبر کنیم و ببینیم آیا کریس رونالدو رو در یورو داریم یا نه. بدون شک بزرگترین شگفتی جام حذف برزیل بود. نروژ با 2 گل الیک هالند موفق شد برزیل بزرگ را حذف کنه. نیمار هم خداحافظی کرد. خداحافظی پشت خداحافظی. واقعا هفته تلخی رو داشتیم. نیمار، کریس رونالدو، محمد صلاح و یاراش با آرژانتین بازی داشتن. 2-0 جلو بودن و مسی و یاراش با یک کامبک فوق العاده در عرض 15 دقیقه، شاید هم کمتر، حدوداً 13 دقیقه 79 و 84 و 92 بازی رو 3-2 بردن و محمد صلاح از این جام کنار رفت. یکی از اتفاقات عجیب دیگه هم حذف هر سه میزبان بود در این مرحله. مراکش 3-0 کانادا رو برد. مکزیک و انگلیس در یک بازی جذاب 3-2 کردن و مکزیک هم به عنوان دومین میزبان حذف شد و آمریکای پوچتینو هم که همه انتظار داشتن تا مراحل بالاتر بالا بیاد 4-1 مقابل بلژیک شکست خورد و حذف شد. اما من شانس اول قهرمانی رو فرانسه میدونم. فرانسه‌ای که واقعا تیم خوبی داره و دیگه دشان با ستاره‌های همچون اولیسه و دمباپه و دمبله داره طوفان به پا میکنه و باید ببینیم آیا میتونن قهرمان بشن. دوستان خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر نظری، پیشنهادی، کامنتی، چیزی دارید حتما برای من بنویسید تا ما بتونیم بهتر کار بکنیم و خانواده خودمون رو بزرگتر بکنیم. خیلی ممنونم که حمایت کردین. تا ویدیوی دیگر، خداحافظ.